مهدی جعفری، پسر 10 ساله صنف دهم که این روزها رسانه‌ای شده و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. به یکی دیگر از ویدیوهای شبکه دانشوران خوش آمدید. ما را تا آخر همراهی کنید تا با زندگی سخت و پر از مشکلات یکی از نابغه‌های کشورمان آشنا شوید. مهدی از 5 سالگی به مکتب رفته است و 3 صنف سوم، چهارم و پنجم را امتحان سویه داده است. همصنفان مهدی خیلی بزرگتر از مهدی‌اند. میز و چوکی مخصوص برای مهدی در این صنف گذاشته شده است. رضا فرهنگ، معلم ریاضی مهدی میگوید من روز اول که سر کلاس آمدم، وقت مهدی را دیدم فکر کردم که این پسر صنف خود را اشتباه آمده است. تا اینکه وقتی رو درس را شروع کردیم در جریان درس فعالیت‌های زیادی از خود نشان میداد و این فعالیتش من را متعجب ساخت و متوجه شدم که این پسر صنف 2 یا 3 نه بلکه صنف 10 است. حلیمه آزاد زبا، مدیر مکتب مهدی میگوید مهدی اول نمره است و به دلیل تنگدستی خانواده اش از او هزینه آموزش را نمیگیرد. وی میگوید مهدی به عنوان یک شاگرد با داشتن هدف، با داشتن افکار خوب و عالی یک الگو برای همه است. ما مهدی را در مکتبمان به عنوان یک بورسیه در نظر گرفتیم و تا پایان دوره تعلیمی تا صنف 12 مهدی پیش ما بورسی است. مهدی ستاره مکتب ماست و از نظر درسی بسیار سطح خوب و بالایی دارد. مهدی بیشتر به ریاضی علاقه دارد. او نه تنها در درس‌هایش استعداد بالایی دارد، بلکه در هنر نقاشی و زبان انگلیسی هم استعداد زیادی دارد. نوع نقاشی‌های او هم بیشتر فانتزی است. او از مکتب و هم از کورس انگلیسیش تقدیرنامه‌های زیادی را توانسته است که کسب کند. مهدی می‌خواهد در آینده ترجمان زبان انگلیسی شود. و اما در مورد زندگی شخصی مهدی، وی در یک خانواده 5 نفره در شهر کابل در یک خانه گلی و کرایه زندگی می کند. زهرا خانم مادر مهدی است. او هر روز پسرش را به مکتب می برد و از مکتب به خانه می آورد. او می گوید که فرزندان خود را در فقر و ناداری بزرگ کرده و روی سفره خانواده بیشتر نان و چای بوده است. میگوید فرزندانم به خصوص مهدی جان آرزوهای زیادی دارند و کمترینش این است که میخواهد یک کامپیوتر داشته باشد، ولی من کاری نمیتوانم انجام دهم. آرزوی من این است که استعداد بچه‌هایم هدر نرود و بتواند به جای برسد. مهدی به خاطر نداشتن توانایی مالی کورس انگلیسی‌اش را ادامه نداده و ترک کرده است. از بچه‌های همسن و سال خودش فرق دارد. توجهی به بازی ندارد و به جای بازی در خانه نقاشی می‌کند و درس می‌خواند. پدر مهدی هم ضعیف و پیر است و کارگر سر چاوک است. مهدی یک خواهر و یک برادر بزرگتر از خود دارد. خواهرش اسمش ساراست و در دانشگاه نیمه‌دولتی در رشته فارمسی مشغول تحصیل است. او هم در مکتب بعضی صنف‌ها را امتحان سویه داده است. مهدی در درس‌های خواهرش به او کمک می‌کند. خواهرش میگوید از خانه تا دانشگاه 2 اسکای موتر فاصله است، ولی من به خاطر کرایه‌اش پیاده میروم و پیاده میآیم. خواهرش میخواهد در آینده دکتر شود. مهدی آرزو دارد که از او حمایت شود تا بتواند به هدفش برسد و استعدادها و تلاش‌هایش هدر نرود. پیام و توصیه مهدی به کودکان دیگر و همسن و سالان خودش این است که قدر خانواده خود و با هم بودن را بیشتر بدانند و تحصیلات را در اولویت کار خود قرار دهند. کودکان با استعداد زیادی نظیر مهدی جعفری در افغانستان زندگی می‌کنند که متاسفانه اصلاً از آنها حمایت نمی‌شود و مورد توجه قرار نمی‌گیرند. اگر از این استعدادها حمایت شود، مطمئناً آینده کشور عزیزمان متحول خواهد شد. این استعدادها هم همانند گنج‌های کشور ما هستند که اگر از آنها استفاده نشود و مورد حمایت قرار نگیرند، دزدیده خواهند شد. همه چیز در زندگی موقتی و گذراست. هر وقت باران می آید بالاخره بند می آید. هر وقت ضربه می خورید بالاخره خوب می شوید. بعد از تاریکی روشنایی است. هر روز طلوع خورشید می خواهد همین را به شما بگوید، اما معمولا یادتان می رود. پس اگر اوضاع خوب است از آن لذت ببرید، چون همیشگی نیست.
اگر اوضاع بد است آن هم همیشه نمیماند. بیشتر بخندید، بیشتر ترانه بخوانید، بیشتر برقصید.